سلام بچه‌ها، من اومدم که من بهتون قول داده بودم که براتون یه ویدیو کیمدی بذارم. اومدم امروز براتون یه ویدیو کیمدی بذارم. من اول کیمدی‌های 2025 میخوام بهتون نشون بدم. هلوش 80 تا 70 کلش 80 تا 70. بعد الان میخوام بهتون دونه دونه نشون بدم. کارت یوونتوس، دوتا یوونتوس، فری فاین، لیان تورام، کارت کلاب لیورپول، کارت آرسنال فوکس، کارت مربی اسپالتی، کارت مربی تدلاسو، کارت مربی مایس داوید مایس، کارت بوفون جان لویجی بوفون، کارت کیان امباپه، کارت سرخیان راموس، کارت کالوارهو، کارت سامی کدیرا، کارت فابیانو کانوارو، کارت دیکلان رایس، کارت استیون جرالد، کارت زیکو، کارت رول خیمنز، کارت رودریگو، کارت وینیسیوس، کارت لامپارد، کارت سرخیو راموس، کارت روبرت کارلوس، کارت لواندوفسکی، کارت سوکراتس دکتر سوکراتس، کارت انگولو کانته، کارت زیکو، کارت منسیتی کلاب منسیتی، کارت آنسلو دیویس، کارت کوین دی بروینه، کارت فیل فودن برشموشم، کارت میشل اوون و کارت نایاب که کم داخل بسته میاد، کارت نیمار جونیور امضا و کارتی که اصلا شاید نایاب، خیلی نایاب، کریستیانو پرایم 5. ایسکو هم نایابه، کارت نوروز ایسکو. بعد بقیه این کارت ضعیف ادوانس و اینا دوناروما، جد مولر، فیل فودن، وان باسن، مولر با گریزمان و نمیم اینا این هم از کارت های 2025 من. ممنون میشم که کانال ما رو ساب کنی و ما رو فالو کنی و یه نظر خوبم انرژی دار به ما بفرستید و اون دکمه لایک هم بزن و اون زنگوله هم فرار کن تا بتونم براتون از این ویدیو بذارم. خدا نگهدار.